برای توی کوچه رقصیدن، برای از صدای آسمون نترسیدن، برای کودکامون، برای جنازه هایی که دیگه پوسیدن، برای بیخوابی و فکر بی آبی، برای پریدن از خوابهای رویایی، برای نوزاد شیرخوار زیر آوار، برای مادرها و سقطهای تکراری، برای بیمارستانی که شد سردخانه، برای دروغا تو اخبارای 100 زبانه، برای کشتن خبرنگاری که رصد کرد، برای تغییر ماجرا به هر بهانه، برای بمب‌های بیوقفه، برای طوفان انتقام پاینده، برای کام تلخ دشمنان بازنده، برای قدس، برای آینده، برای این جهنم تکراری، برای رهایی فلسطین اشغالی، برای مؤمنان و صفهای طولانی، برای این نامه‌های غیر تکراری، برای این نژاد پست تو خالی، برای تکه‌های جسدهای زندانی، برای زخم‌های تیر خورده، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای 70 سال مرگ اجباری، برای نه به جنگ نه به ویرانی، برای کودکی که کودکی نکرد مرد بود، برای قدس، غزه، آزادی.